امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با قانون‌هایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند. قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه و درباره وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به کدکس انداز جمهوری تاجیکستان از جمله آنها میباشند. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوه برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. برای صادر نمودن این جنایت به مبلغ کلان یا مخصوصا کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروه متشکل یا تشکیلات جنایتی جزای محروم ساختن از آزادی با مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. قانون‌های دیگری به امضا رسیده با مقصد حفظ محیط زیست و سلامتی اهالی از پرتوهای نقلیات اتومبیلی فرسوده، اینچنین تکمیل معیارهای انداز و پرداخت‌های حتمی قبول گردیدند. قانون‌های به امضا رسیده برای تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور و نیکواحوالی شهروندان روانه شدند. متن پوره قانون‌ها در مطبوعات نشر می‌شود.